امروز تو این ویدیو میخوایم آموزش اکتیو کردن گوشی‌های آیفون که روی این حالت هلو هستن و خیلی از جاهایی که شما گوشی رو میخرین بابت همین کار، یعنی اکتیو کردن گوشی، از شما هزینه میگیرن و ما این توی این ویدیو توی 1-2 دقیقه تقریبا آموزش اکتیو کردن رو براتون انجام میدیم و دیگه هر گوشی که شما از آیفون 6 تا آیفون 16 پرو مکس رو میتونید اکتیو کنید و مثل خود گوشی فروشا یا جاهایی که دیگه بدون هیچ مشکلی از گوشی استفاده بکنید. بریم برای ادامه ویدیو. خب میریم برای مراحل انجام دادن اکتیو کردن گوشی. صفحه رو میکشیم بالا. اینجا زبان کشور از شما میخواد که ما میذاریم روی همون حالت طبیعیش انگلیش و اینجا کشور از شما میخواد. کشور یا بذارید روی یونایتد استیت یا روی ایران. ما حالا میذاریم روی ایران. فرق خاصی نمیکنه توی مراحل انجامش. کانتینیو، ستاپ لیتر، ستینگ، اینا رو بعداً توی تنظیمات خودتون میتونید تغییر بدید. اینجا ستاپ و اینجا حالا فیس آیدی میتونید الان ست بکنید، بعداً هم توی تنظیمات میتونید انجام بدید. ما ستاپ میکنیم و ازش رد میشیم. پس کد هم اگه خواستیم بذارید همون رمز پسورد ورودی گوشی الان میتونید بذارید، بعداً هم توی تنظیمات میتونید بذارید. اگه خواستید ازش رد بشید، پس کد آپشن don't use passcode، اینجا don't use passcode و اینجا از شما مثلا اگه گوشی قبلیتون آیفون باشه مثلا میتونید اطلاعاتشو انتقال بدید تو این صفحه، میتونید انتقال دیتا رو انجام بدید مثل عکس و فیلم و اینا. ما نمیخوایم انجام بدیم. خب forget password، البته ببخشید اینجا باید اپل آیدی وارد بکنید. اگه اپل آیدی دارید از قبل یا جدید ساختین اینجا میتونید وارد بکنید، بعداً توی تنظیمات هم میتونید انجام بدید این کارو. ما نمیخوایم الان اپل آیدی بزنید. اگر خواستید بزنید همینجا وارد میکنید اپل آیدی. forget password، setup later، setting، don't use، ازش رد میشیم، موافقت میکنیم و اینجا دوباره رد میشیم. not now، setup later، اینجا لوکیشن و اینجور چیزاست. setup later، don't share، اینجا هم دارک مود و لایت مود و یا اتوماتیکیشه، فرق نمیکنه، هر کدوم خواستید میتونید بذارید. تموم شد. ویلکام تو آیفون. دستگاه شما اکتیو شد و آماده استفاده است. حالا اگه دوباره خواستید اپل آیدی بذارید تو همین بخش اپل اکانت میزنید و اپل آیدی که خواستین رو وارد میکنید. البته یه نکته بهتون بگم، من از قبل به وای فای وصل شده بودم. موقع اکتیو کردن از شما میخواد که به یه وای فای قوی وصل بشین و کار اکتیو رو انجام بدید. اگر پس کدی، فیس آیدی، چیزی خواستین هم میتونید اینجا روی آیفونتون قرار بدید. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید تا اینجا. اگه براتون مقدور بود دکمه سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید که ویدیوهای جدید گذاشتیم براتون بیاد.